اولین ویدیو منو 11 سالم بود و با یوتیوب آشنا شدم. اون موقع آریا و میا بودن که کوروش هم موقع جلوی دوربین نیومده بود و متاسفانه کیودیپای. متاسفانه من کیودیپای میدیدم. البته اون موقع بعضی ویدیوهاش واقعا خلاقانه بود. مثلا ویدیو نهنگش واقعا یکی از ویدیوهای قشنگیه که من تا به حال دیدم. البته برای کیودیپای، نه تو کل یوتیوب فارسی. اون موقع بود که عاشق یوتیوب شدم، عاشق فضاش، عاشق اینکه معروف بشم، یوتیوبر بشم و البته پول دار. و کارهای مختلف کردم، کلی شکست‌های مختلف داشتم و الانم اینجام دیگه. و تو بعد من حساب بکنی که پول در بیارم، اگه حسابم نکنی و پول در نیارم میام جلو در خفت میکنم. نمیدونم چرا دارم با خودم این کارو میکنم. اومدم اینجا ولی از اونجایی که سگم و عاشق پولم. آره دیگه، خلاصه که اینجام اولین ویدیو من بود، ویدیو خاصی نبود، فقط اومدم یه سلام علیکی کنم، بگم این دیدم اولین ویدیو من ترنده، ما هم استفاده بکنم و اینکه حسابم کن. خداحافظ. تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.